حجاب حکم الله سبحانه و تعالی است. از برای خدا تو میخوای با الله جنگ بکنی، با الله سبحانه و تعالی میخوای مبارزه بکنی، در مقابل حکم الله ایستادن یعنی در مقابل الله شروع به جنگ کردن، در مقابل الله سفارایی کردن. الله متعال در قرآن کریم در سوره نور آیه 30 آیه 31 به زنان و مردان مسلمان امر می کند که چشمهای خود را از نامحرم بپوشانید. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، زینت خود را آشکار نکنید یعنی حجاب کامل داشته باشید. مورد بحث باز بودن یا باز نبودن صورت نمیشیم، بحث والا اختلافی است، اما حجاب کاملی که گردن، سر، موی سر، برآمدگی های بدن اینها رو بپوشاند، این واجب است. الله متعال در قرآن کریم در قانون مسلمانان که مافوق قانون تو و قانون همه کشورهای اسلامی است امر می کند که زنهای مسلمان باید حجاب بکنند. در آیه 60 سوره نور الله سبحانه و تعالی امر می کند که زنهای مسلمان باید حجاب داشته باشند. در آیه 59 سوره احزاب الله سبحانه و تعالی امر می کند یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. ای پیامبر بگو به همسرانت و دخترانت و به همه زنهای مسلمان و مؤمن که از سر تا پای خود را بپوشانند. جلباب همین عبایه‌ای که امروز معروف است، از سر تا پای خود را باید یدنین چی؟ یعنی از بالا به پایین بیندازند این رو. این امر خداوند است، این عادات و تقلید نیست، این فرهنگ نیست که فرهنگ تاجیک و فرهنگ افغان و فرهنگ ایران و فرهنگ فلان و علان بگویید. این امر خداوند است، این قانون الهی است. در مقابل قانون الهی می ایستیم، در مقابل امر الله سبحانه و تعالی می ایستیم. و در سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احادیث فراوانی وجود دارد که زن مسلمان باید سر تا پای خود را بپوشاند و حتما خواهران ما در تاجیکستان، افغانستان و ایران این احادیث را شنیدن، این آیات را شنیدن. من دوباره نمیخوام تکرار بکنم گرچه اینجا همه اینها را آوردم، اما میخوام این را بگویم که خواهر من، خواهر مسلمان تاجیک، اگر همه دنیا، ناتو و آمریکا و روسیه و اروپا و کل دنیا یک طرف شوند، هیچ وقت در مقابل هیچ ظالم و ستمگری حجابت را از سرت بر ندار، زیرا حکم الله متعال است. حکم کسی که نابودی همه این طواغیت و همه این ظالمین و ستمگران دنیا به دست اوست. زیرا الله متعال می‌فرماید که لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. در جایی که گناه باشد، معصیت الله سبحانه و تعالی باشد، اطاعت از هیچ انسانی جایز نیست. کسی دیگه زنگ نزند نپرسد که والله ما رو میگن که این کار بکنید حکمش چی است، ما میتوانیم ستر حجاب خود را برداریم؟ حتی در مقابل امر الهی کسی اگر از رئیس جمهور، از پارلمان، از وزیر، از پلیس، از حاکم اطاعت بکند، انسان را از دایره اسلام حتی خارج می کند. الله متعال می فرماید که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. کشیشان خود را، علمای خود را خدایانی غیر از الله گرفتند. و بارها اینو ذکر کردم که یکی از صحابه که قبلا مسیحی بود و مسلمان شده بود گفت یا رسول الله ما کشیشا و علمای ما رو خدا نمیدانستیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن اگر یک حلالی را حرام میکردن و یا حرامی را حلال میکردن از آنها اطاعت میکردید یا نمیکردید؟ گفتن بله این کار رو میکردیم. گفتن همین از پرستیدن. کسی که امروز به حرف رحمانوف میکند و حجاب خود را برمیدارد که انه که رحمانوف را به جای الله سبحانه و تعالی عبادت کرده باشد.
مثل این میماند که برای رحمانوف نماز خوانده باشد، برای او حج کرده باشد و این در دین مبین اسلام جایز نیست. در یک سفری من اینا را از سیرت رسول الله، از احادیث برای شما ذکر می کنم که حکم این احکام الهی برایتان آشکار شود. در یک لشکری صحابه بودن، پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی را امیر تعیین کرده بود. یعنی چی؟ رئیس تعیین کرده بود. جایی با لشکر اختلافی پیدا شد، یک آتشی روشن کرد، گفت همه تان خودتان را در آتش بیندازید. دوستانش مخالفت کردن، خلاص دعوا شد، آمدن خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر وارد آن آتش می شدید تا روز قیامت در آن آتش می سوختید. الطاعت فی المعروف، اطاعت از بنده فقط در جایی است که امر الله و رسول باشد، مخالف امر الله و رسول نباشد. کسی که امروز از حرف و قانون یک بنده‌ای یا بنده هایی که قانونی رو درست میکنن که مخالف قانون الهی است اطاعت میکنن که انه او رو پرستیده باشد. انسان در مقابل قرآن و سنت اختیار ندارد، حق گزینش ندارد، حق ندارد که بگوید که والله خدا اینو گفته، پیغمبر اینو گفته، اما من حرف حکومت رو میکنم، حرف پارلمان رو میکنم. الله سبحانه و تعالی میفرماید که ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة. یعنی چی؟ هیچ مرد و زن مسلمانی حق ندارن جایی که الله و رسول گفته که این کار را بکنید اونها گزینه دیگری را قبول بکنن. جایی که الله و رسول گفته حجاب بکنید، شما برید قانون و دستور یک حاکمی رو قبول بکنید که مخالف الله و رسول است. پیام من برای رئیس جمهور تاجیکستان این است: از برای خدا، از برای انسانیت اگر به خدا اعتقاد نداری، از برای شرف و وجدان اگر داری، این ملت مظلوم و ستم دیده رو رها بکنید. حداقل آزادی و دلخوشی همین مردم که اختیار داشته باشد چه اسمی بگذارد، چه لباسی بپوشد، همین رو هم از اونها نگیرید. والله یک روز پشیمان میشوید. به خدا قسم روزی خواهد آمد که یک وجب خاک هم در تاجیکستان برای تو پیدا نخواهد شد که خود را در آنجا پنهان بکنی. همین دیروز رئیس جمهور ایران با همه اون غرور و تکبر، دیروز یادت میاد که سر مرز آمده بود ملت افغانستان رو اخطار میداد، اگر که آب رو باز نکنید ما فلان و علان میکنیم. کجاست امروز؟ سوخت، زغال شد، رفت. صدام قصر درست کرده بود، 1 میلیون سرباز داشت، کارخانه اتم داشت، موشک داشت، هزاران تانک داشت، صدها هواپیما داشت. در قصرش برای خودش 99 نام در سقف حک کرده بود. چی شد امروز؟ خیلی از اینایی که خودشون رو فرعون و نمرود فکر میکردن در همین 50 سال اخیر همه‌اش هم تو شاهد هستی. چاوشسکو چی شد؟ و خیلی از علی عبدالله صالح چی شد؟ هیچ کدام اینا نماندن، همه نابود شدن. و تو هم یک روزی زیر خروارها خاک رفتنی هستی. پس از خدا بترس. پیام من به سردمداران و به کارمندان و کارگران حکومت تاجیکستان: فردا در روز قیامت الله متعال شما بازخواست بکند که فلان زن مسلمان را چرا حجابش رو برداشتی، چرا ظلم کردی، بگویی من مأمور بودم، حرف رئیس جمهور بود، حرف حکومت بود، والله بالله به دردتو نمیخورد. یک انسان در او بالا نشسته یک حکمی را صادر میکند، صدها هزار نفر کارمند دولت رو اجرا میکنن که انه وحی از طرف الله سبحانه و تعالی است. آیا شما مسلمان هستید؟ از خدا نمی ترسید؟
شرف و وجدان و غیرت داری؟ حیا نمی کنی که دسترازی می کنی به حجاب یک خواهر مسلمانت؟ اصلا خواهر مسلمان که اصلا شاید بعضی تو به اسلام هم اعتقاد نداشته باشید، اصلا یک انسان وجدان داشته باشد دقل. اگر اسلامیت نداری، دین نداری، ایمان نداری، وجدان داشته باش، شرف داشته باش.